السلام عليكم. خیلی عجیبه بابا. بارک الله فیک. همه خوب. دندان هم دایسن؟ در کو بیام برمی‌دارین دکتر. تمام؟ میبریم ان شاء الله میکنیم شو. در حاجی دعا کنید خداوند شفای کامل حاجیش عطا کنه ان شاء الله که حاجی عبادت را سخت کیسته. چند چند؟ یک چاب کنه خرم باسه گمش کرد. یک چاب کنه. کرسیه؟ واه. حاجی با خوب انتنجین؟ کرسی. کرسی هم کرسیش. کرسی در کیسته؟ ماشاءالله. چوکه حاجی ها؟ چطه قرالوه؟ شرفا. نمیره خفتانه بخونی؟ سلام نمیره قطیمو؟ یه هنگ یاش در پیش امار هست یونگه کنه در اکران میگی وقتی سیانکه هم میگه مگرم بیاید چه حال داره؟ پنج خوب؟ بارک الله خلاص گفت که ما خیر ما که رفتیم مدینه بستیم موییم خلاص گفت یک برادر وعده داده بودیم در خدی سنت پترزبورگ که در حق مادرش حج عمره میکنه هم وعده خود را وفاداری کنیم اومدم بستم الحمدلله بعدن یک کسی دیگه هم کامنتاری رو انتخاب کنیم بعدن یک کسی دیگه حج عمره کنیم یا کسی گذشتگی باشه مردگی آدم مرده چی گفتی؟ کسانی که مثلا یک برادران عزیز بعضی هم می‌نویسن که شرایط نداریم مثال یادی بگیریم نواز دمی کروگی ما نمیجا نه 6 نفریم 6 نفر اگر 15000 روبل پرتایه یک کس حج اومده میتونه هم خیلی؟ نه ما کامرا چی حساب نداریم یا فرات را مثلا که 6 نفر اگر 15000 روبل پرتایه یک کس روی کرده میتونه هم خیلی؟ مثلا برادر جمعیتی یک بار یک انسان خودش عجیبه که 20000 30000 رو در نظرش میتونه با انسانی که راسخود که اگه نیستن در حیاتشون در چشمش میتونه در اصل همین خیلی با اون خاطر مثلا برای انسانانی که توصیه خوب برای انسانانی که میخواد حج اومدن حج عمره یعنی اسکیدو تکنین مثلا از میپرتویم اینی میروه میپرتوی اوش میروه و میپرتویم تا کروقتی یعنی همتون ان شاء الله که حج عمره میین هم با برکت زیاد میشه ایش میاد دعا میکنه اوش میاد دعا میکنه ان شاء الله که دیگریاش هم به اینجا مکان مقدس میرسن هم خیلی نه یعنی فکر خطایی که خوبه خیلی آدمی کم بغل کردن در کارای آدمی که کم بزاعت نداره محتاج ای ماشاءالله ثوابش در همه ما برسه ان شاء الله ماشاءالله عموما میگم کم بغل رو گفتم اون بای خیلی سوقه میروه رنگ و تشریف میگه بله میگه ارزون که برای آدم کم بغل میگه بای دسترش میزنه بله بل برای آدم کم بغله عموما ده خدا نیابانتون باشه ان شاء الله که ما چنان وعده دادیم بگیم بخیر برادر که ایتن مادرشون حج عمره میکنیم این ان شاء الله وقت و ساعتش رسید ایتنشون عمره میکنیم الله نیابانتون باشه فی امان الله السلام علیکم